اگه کشور استرالیا آبشار والامن رو داره، ما تو گیلان خودمون آبشار لاتون رو داریم. اگه سوئیس دشت و ییلاق زیادی داره، ما هم دشت دریاسر رو توی مازندران داریم. اگه امریکا جنگل ردوود رو داره، ما توی تالش خودمون جنگل گیسوم رو داریم. اگه ترکیه به چاملی همشینش میرازه، ما ییلاق سوئچال توی ماسال رو داریم. توی امریکا یه دریاچه هست به اسم دیابلو، ما توی سوادکوه سطح لفورش رو داریم. توی کشور اسپانیا یه پارک ملی خیلی معروف وجود داره که ما ییلاق رویایی فیلبندش رو داریم. اگه ژاپن کوه فوجییاما رو داره، ما توی ایران خودمون کوه دماوند رو داریم. اگه ترکیه چشمه پلکانی پاموکاله رو داره، ما هم چشمه بادابسورت رو داریم. اگر استرالیا یه آبشار طبقاتی ناندرویا رو داره، ما توی لفور خودمون 7 آبشارش رو داریم. اگه کشور هند به دشت دزوکش مینازه، ما توی گلستان ترکمن صحرا و خالد نبی رو داریم. اگر کشور رومانی آبشار خزگی بیگار رو داره، ما هم توی علی آباد آبشار خزگی کبودبال داریم. اگه ترکیه روستای صخره‌ای کابادوکیا رو داره، ما هم توی تبریز روستای کندوان رو داریم. اگه تو کشور ترکیه تو دامنه کوه آرارات دشت آقریداقی وجود داره، ما هم توی اردبیل دشت سبلان رو داریم. اگه آمریکا گرند کنیونش خیلی معروفه، ما تو لرستانمون در خزینه رو داریم. اگه آفریقای جنوبی تلاقی کویر دریا رو داره، توی چابهار ما هم ساحل درک رو داریم. آره رفیق، اگه هر چی تو دنیا وجود داره و قشنگ و معروفه، اگه تو ایران خودمون مشابهش رو نداشتیم تعجب کن. فقط فرقش اینه که ما توی ایران همه چی داریم ولی هیچی نداریم.